Ich überlege, einen neuen Sportkurs zu machen. Hast du eine Empfehlung? دارم فکر میکنم که یه کلاس ورزشی جدید برم. Hast du eine Empfehlung؟ توصیه‌ای داری؟ Ja, ich mache seit kurzem Yoga. Seit kurzem یعنی این اواخر، جدیدن، از یک مدتی قبل. از یه مدت قبل دارم یوگا میرم. گفتیم که یوگا رو با ماخن میگن. Es ist entspannen. خوبه. حالا entspannen رو در اینجا ترجمه کنیم یعنی ریلکس هم میکنه، چون یوگا هست. از entspannen رفع خستگی کردن. اما معنی اصلی entspannend مثلا میشه جالب و جذاب و مهیج و اینها. Aber manchmal ziemlich anstrengend. اما گاهی اوقات anstrengend رو بلدید، یعنی طاقت فرسا، پر زحمته. Das klingt interessant. به نظر جالب میرسه. Ich mag Sport. ورزش دوست دارم. Aber ich bin nicht sehr flexibel. اما خیلی فلکسیبل نیستم. Meinst du, das wäre trotzdem etwas für mich؟ فکر میکنی که این با این وجود به درد من میخوره؟ قبلا عبارت das ist nicht für mich رو دیده بودیم، یعنی این به درد من نمیخوره. حالا داره میگه که Meinst du, das wäre trotzdem etwas für mich؟ فکر میکنی که این با این وجود به درد من میخوره؟ برای من مناسبه؟ Natürlich، البته. Es gibt verschiedene Übungen. تمرین های متفاوت و مختلفی وجود داره هست. Manche sind leicht. برخیاش آسونن. Andere schwer. باقیش سختن. Aber mit etwas üben wirst du besser. اما با یک مقدار تمرین بهتر میشی. Gut، بسیار خوب. Ich würde es ausprobieren. این رو امتحان میکنم. Aber ich weiß nicht. اما نمیدونم. ob ich Zeit hätte، که آیا وقت خواهم داشت یا نه. این جمله اول رو که کنیونکتیو سوای کردیم گفتیم ich würde es ausprobieren. آرزو نیست. دقت بکنید در جمله گن لیبا یا لیبسته نداریم. این رو کنیونکتیو سوای کردیم چون داریم فکر میکنیم، یعنی امتحانش میکنم حالا ببینم چی میشه، اما نمیدونم که وقت دارم یا نه.